سلام دوستان، به این ویدیو خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که بریم کامبو کارت‌های امروز 25 خرداد رو با هم دیگه ببینیم و انجام بدیم و کارت‌ها رو بگیریم و یکم لول اپشون کنیم. خب میریم تو قسمت ماین و این قسمت وقتی که اومدیم من توی کانال تلگرام براتون 3 کارتم گذاشتم و یکیش گیم فی تاکنز هستش که ایناشش اینو میگیریم. این از اولیش. خب همونطور که توی ویدیو قبلی گفتم یکم صبر کنید تا شما رو بات نشناسه پشت سر هم کلیک بکنید یا مثلا بخرید اینا رو. خب بعدی تریدینگ باتس هستش که بعد ببینم تو کدوم بخشه میگردیم. تریدینگ خب تو اینجا که نگفت کنم تو مارکت بازم. خب بله یکیش هم اینجاست و اون یکی هم که مارجین تریدینگ سیه. خب من الان باید 500,000 تا بهش بدم تا 1 بهم پرافیت بده و اینم از این تکت پرایز رو میزنیم و الان 5 میلیون رو گرفتیم. و الان با این 5 میلیونی که امروز گرفتیم میریم که یه 2-3 تا کارت رو لول اپ بکنیم. کارت هایی که برای من ارزش بالایی داره توی ویدیو بعدی کامل بهتون توضیح میدم، ولی الان اونایی که فعلا بازه و میتونیم بگیریم رو میریم که بخریم. 1 یا 2 تاشو میریم بخریم. این 4 میلیون ازمون میگیره و 4 کا بهمون میده و یکم عادلانه نیست. 2 میلیون میگیره 4 کا بهمون میده. 1 میلیون میگیره 2 کا بهمون میده. 1 میلیون 1 کا و تقریبا 1.5 3,000 تا بهمون میده. میریم توی این قسمت ببینیم اینجا چی داره. خب این اکثرا چون لول اپ شده من اگه بخوام لول اپ کنم خیلی برام گرون تمام میشه و اینجا 700,000 تا میدیم 1 کا بهمون میده. یکم منطقی تره. یکی گرفتیم که فقط بدونید که انجام دادیم اینجا. و اینم از کارت های امروز. حتما حمایت کنید، لایک کامنت ساب یادتون نره، زنگوله کنار سابسکرایب هم بزنید و اینم از ویدیو امروز.